او خواست قرض کردیت و غیره گیرد، اما من نماندم. خانت را فروش، بعد کارا سر میکنم. همین خیلی نه. من 4 فرزند دارم. آنها را خودم تنها تربیت میکنم. البته من مسئولیتی مادری دارم. خیلی سخت میترسید. اگر تو کاری را یک بار کرده باشی، پس کوشش کن که مدت زیاد چندین بار از این استفاده بردن ممکن باشد. اصلا شریکی کاری آسان نیست. حالا میتوانم با باوری گویم که سیستم ما دقیق و عالی برای مانده شده است. بودن کارمندانمان که از کار رفتند و به ما رقیب گشتند. در این 3 سال گروه ما 3 بار به تمام نو شد. اگر از 3 تا 6 ماه شرکت فایده به دست نآورد و یا شما بهبودی را نبینید، آن شرکت را محکم کنید. من به تو وعده نداده بودم که تو میلیونر میشوی، درست؟ البته نه، این را خوب میدونم. من وعده نداده بودم. алмаато собиқ пойтахти ҷумҳурии қазоқистон, аз рӯи аҳолӣ калонтарин шаҳри кишвар. дар ин ҷо 2 миллиону 130 ҳазор нафар аҳолӣ зиндагӣ мекунанд. алмаато маркази тиҷоратии қазоқистон аст. سلام دوستان عزیز، من حالا در الماطا قرار دارم. شاگرد قهرمان نوبتی من زن است که نتیجه های عالی به دست آورده است. او هیچ چیز نداشت و پیش ما آمد و کار را از صفر سر کرده آهسته آهسته بالا رفت. آدمان زود از من میپرسند آیا ممکن است که از صفر پیش شما آمده درس خوانیم و نتیجه های معین به دست آوریم؟ میدونید آدمانی بیشماری هستند که پیش ما آمدند و از صفر سر کردند. نتیجه کارشان باشد خیلی خوب است. یکی از آنها نورگل است. ما حالا تجارت او را به شما نشان میدهیم. از او میپرسیم که چی کارها کرد، چی طور کرد، چی به دست آورد. شناس شوید خانم نورگل. روز بخیر. او از الماطا است. لطفاً بگو عین حال تو اساساً در کدام سمت تجارت کار و فعالیت میکنی؟ عین حال ما با تجارت یک لخت مشغولیم. صنعت کیمیایی، محصولات آمیخته برای استحصال اشیای پلاستیکی. چند سال باز شرکت با این کار مشغول است؟ شرکت ما 3 سال باز مشغول است. وقتی تو برای خواندن پیش من آمدی تجارت نداشتی. پیش از واخوری با من تو چیکار میکردی؟ از اول من بیش از 20 سال در ساحه اقتصادیات کار میکردم. محاسب، بوغالتر، کاسیر، مدیر اقتصادی بودم. اما محض پیش از واخوری با شما من یک مغازه خوردکک داشتم و خرید و فروش چیزهای مردانه را سنجیده بودم. یعنی تو با تکستیل هم مشغول بودی؟ بله، از ایتالیا بار می آوردم. از ایتالیا؟ این عالی است. اما مدت زیاد نه. چقدر؟ تخمینا 1 سال. وقتی پیش ما آمدی با این تجارت مشغول بودی؟ نه، وقتی من پیش شما آمدم من هیچ گونه تجارت نداشتم. فکر میکردم، میجستم، اندیشه میکردم که به کدام ساحه روم. چی سبب شد و پیش من آمدی؟ وقتی من رولی شما را در یوتیوب دیدم من در حال فهمیدم، باطناً حس کردم و گفتم که باید با این کس واخورم. من یک مدت شما را یافته نتوانستم. جستجو میکردم اما دیرتر یافتم. فهمیدم که شما مستر کلاس ها میگذرانید. اما آن در ساحه من نبود. آن برای تجارت های شبکه‌ای بود. ولی به این نگاه نکرده من بلیط خریدم و به شیمکند پریدم. آنگاه هدفم را میدانستم که من شاگرد فردی میشوم. تو پیشتر به قرار آمدی. شما را ندیده همگی با دو رولیک من به خود قرار کردم که شاگرد فردی شما میشوم. خیلی عجیب. و چون پیش شما پریده رفتم مرا لازم آمد که 2 روز در درس تاجران شبکه‌ای اشتراک کنم. که به تو دخل نداشت. بله، اما اشتراک کردم و روز دوم نتوانستم که با شما علاهیده بخورم. بله. و پس از این من الکی قرار قبول کردم. بله، در حقیقت او پیش من به شیمکند آمد. من در آنجا سمینار داشتم و او به من گفت میخواهم که شما مرا به آموزش فردی قبول کنید. من با او نگریسته فکر کردم او با چی کار مشغول باشد. از او پرسیدم شما تجارت دارید؟ او گفت نه. گفتم که پس ما چی کار میکنیم؟ خیر یگان خیلی تجارت میکشاییم. گفت من این را خوب در یاد دارم. او به من گفته بود شاید به فروش مصالح ساختمان مشغول شویم، شاید با یگان کار دیگر. از همه عجیبش همین بود. من پرسیدم سرمایه دارید؟ او گفت که نه. این رو من خوب در یاد دارم. من فکر کردم عجیب او میخواهد شاگرد فردی من شود. سرمایه ندارد، ما کجا میرویم؟ تجارت ندارد. اما من یک چیزی مهم رو حس کردم. من در وجود او غیرت را دیدم. او خواهش قوی داشت. او واقعا خواهش به قوت داشت. او گفت که استاد مرا با آموزش فردی قبول کنید، از عهده‌اش میبرایم. شما به من سفارش دهید، من اجرا میکنم. هر چی که گویید میکنم. خواه نخواه دیر یا زود کامیاب میشوم. و من تنها شما بر این استاد در کار. من این را خوب در یاد دارم. با چی سبب تو تجارت تکستیل را بستی؟ آن کار خوب پیش نرفت یا چی شد؟ راستی که من در این بار اول میشنوم. نه، من در آن کار حصه شریکی داشتم و خلاصه ما کار را بس کردیم.
یعنی کار برار نگرفتن؟ بله برار نگرفت. بله زود چنین می شود که در شریکی کار گاه برار میگیرد و گاه نه. اصلا شریکی کار آسان نیست، مخصوصا وقتی آدمان زیادی تجارت را نو سر میکنن. اکثریت آنها با شریکی سر میکنند و بعد بسته میشوند. آنها با خویشاوندان و یا دوستانشان کار را آغاز میکنند، بعد از چی باشد که آن را میبندند. من فکر میکنم که این نتیجه آن است که بسیار آدمان وقتی کار را نو سر میکنند آنها فکرانه تجارتی ندارند. آنها فکر میکنند که تجارت مانند دوستی است. مثلا در زندگی با همسنفانمان با دوستانمان میگردیم. تو با کی کار را سر کردی؟ با کی شریک تجاری بودی؟ با دوگانه. من میدانستم. راست گپ را گویم، شاید او با من در این باره یگان وقت گفته باشد ولی من فراموش کرده بودم. اما میتوانم با باوری گویم که اکثریت آدمان تجارت را یا با دوگانه هایشان میکشایند یا با دوستانشان یا با خویشاوندانشان، بعد در حال آن را میبندند. برای آنکه چنین آدمان به شریکی تیار نیستند، آنها گمان میکنند که شریکی مثل دوگانه یا جوره بودن است. در اصل شریک تجاری بودن برای صاحبان خرد والا موافق است و مهمترش این کار آدمان است که الکی بسیار پستی و بلندی ها را گذشتند، بسیار خطاها کردند، آمادند که به همدیگر گذشت کنند، آمادند که همدیگر را قبول نمایند، آمادند که هر گونه راه را طی کنند. توسط تجارت دوست یافتن بهتر است. نظر به تجارت کردن با دوستان، من به این باوری دارم اکثر دوستان و خویشاوندان که با هم تجارت میکنند جدا میشوند و آدمانی هستند که با هم تجارت میکنند و بعد آهسته آهسته دوست میشوند. این دوستی تا آخر عمرشان خواهد بود. در زندگی من نیز چنین دوستان هستند که از سال 2000 با هم دوستیم، حتی از سالهای 99 هم دوستیم و تا امروز ادامه دارد. ما توسط تجارت دوست شدیم. اگر شما توانید که توسط تجارت دوست شوید، با باوری میگویم که دوستیتان ابدی است. گپ سر آن است که وقتی شما توسط تجارت دوست شوید، پس میفهمید که این دوست برای شما بهتر است، او برای شما مهم است. شما میفهمید که منفعت این دوستتان، این شریکتان را در موقعی مهم میمانید و همیشه حدود یکدیگر را رعایت خواهید کرد تا که به همدیگر خلل نرسانید و برعکس همدیگر را قوی گردانید. انا همین خیلی مهم است. بیا به ما گروهت را نشان ده، با تجارتت، با شرکتت شناس کن. در اینجا یک چند اتاقهای شرکتت هست، نمیخیر؟ کارمندانت در همین جا کار میکنند؟ بله در اینجا همه کارمندان شرکت جوینت میشینند. اینجا شعبه فروش است و در اتاق دیگر ما شعبه محاسبه داریم. اینجا شعبه فروشتان است. اینجا شعبه فروشمان است. سلام علیکم، از دیدارتان شادم. این همان مواد است که تو گفته بودی؟ بله ما همین مواد را میفروشیم. اینها رنگ میباشند؟ بله رنگ میباشد برای استحصال مواد پلاستیکی. آن شرکت هایی که بازیچه استحصال میکنند، درست؟ بازیچه ها، قبرها، پاکت ها، شاید سرپوش ها. بله همه چیزی که از پلاستیک استحصال می شود. این حال شرکت جاینت چند فایز بازار را فرا گرفته است؟ سال گذشته ما 2% را فرا می گرفتیم. حالا باشد 14% را فرا گرفته ایم. این سال کارتان الکی 7 برابر افزایش یافت. در 2 سال اول 2% و در 3 سال دیگر الکی 14% بازار. من میدونم که این یک چند سبب ها داشت. یکم، ما در حال 2 سمت رو باز کردیم. یکی از سمت ها مصالح ساختمان بود و این سمت دوم علاوگی بود. تمام توجه و زحمت ما به سمت مصالح ساختمان روان بود. برای همین میتوان گفت که در این سمت ما همین سال سخت کار کردن رو سر کردیم. از روی تجربه هایت لطفاً بگو در 2 سمت فعالیت کردن فایده ناکتر است یا چطور؟ کس اگر پیشکی تجربه داشته باشد پس در 2 سمت کار کردن ممکن است. اگر 2 سمت برای کس نو باشد، مثلا مثل ما، پس در حال 2 سمت رو انکشاف دادن معنا ندارد. باید اول 1 سمت رو پیش برد، پورا به سیستم ای معین در آورد و بعد به سیستم ای دیگر گذاشتن ممکن است. یعنی اگر شرکت کارش را نو سر کرده باشد، تو 3 سال پیش استارت اپ بودی همینطور؟ پس بهترش اول در 1 سمت، در 1 محصولات انکشاف یافته در بازار باید استوار شد و بعد باید در باره دیگر سمت فکر کرد و بعد الکی در سمت علاوگی کار کردن ممکن. یعنی نگاه کنید دوستان، این تجربه خیلی مهم است. خوب دقت کنید، 2 سمت دارند. سمت یکمتان مصالح ساختمان مثل پینه ها، مواد کیمیایی و غیره. سمت دیگر رنگ کننده ها. 90% توجهشان و دقت شعبه فروش در 2 سال اول به همین سمت روانه بود، درست؟ بله، به مصالح ساختمان. و برای همین در این سمت به درجه معینی رسیدند. اما هر 2 سمت فعالیت سست بود.
همینطور؟ بله. در سمت دویم هم قسم کمی بازار را فرا گرفته بودند در مصالح کیمیاوی و رنگ کننده ها. این چنین در مصالح ساختمان نیز بازار را کم فرا گرفته بودید، درست؟ ما بیشتر به آن سمت دقت می‌دادیم. چی سبب شد و تو فهمیدی که یک سمت را به قوت کردن بهتر است؟ در حقیقت من فکر میکنم که تقدیر همین خیل شد. برای آن که شرطنامه ها را در سمت مصالح ساختمان قطع کردیم و مجبور شده قرار کردیم که سمت دوم را به قوت کنیم. و چنین قرار آمدیم. من حالا چنین می حسابم که این درست بود. تقویت بخشیدن همین سمت، موقع معین را اشغال نمودن در بازار و پس از این علاوه نمودن سمت دیگر. حالا دوستان عزیز، من به شما یک چی گفتن میخواهم. 1.5 سال پیش شاید نورگل در یاد ندارد ما نشسته صحبت میکردیم. او با من گفت استاد من فهمیدم به فکرم بیهوده در دو سمت کار میکنیم. او با من در این باره صحبت کرده بود. ما نشسته محاکمه کرده بودیم. این 1.5 سال پیش بود. آن وقت دو سمت پیش میرفت. هر دو سمت کار میکرد. او گفت استاد به فکرم بیهوده در دو سمت کار میکنیم. شاید در یک سمت کار میکردیم بهتر میبود. آنگاه شاید ما شرکتی با قوت و نسبتا موفق می‌داشتیم. بعد از بین مدت گذشت و بین ما و بار تامین کنندگان هم دیگر نافهمی شد. همین طور شد. بله. و ما مجبور شدیم با آنها شرطنامه را قطع کنیم. میبینید در سرتان چگونه باوری باشد در حیاتتان همان روی میدهد. معلوم میشد که پیش از با آن بار تامین کنندگان روی دادن هم دیگر نافهمی در سر این فکر الکی بود. میفهمی؟ بله. از این رو دنیا به ما آنچه را میدهد که خود را باور میکنانیم. اما این قرار درست استراتژی بود و سری وقتی بود. دوستان عزیز، از دو سه تجارت سوس داشتن یک تجارت با قوت داشتن بهتر است. از یک جهت قوی، از دیگر جهت رقابت پذیر بودن. نظر به دو سه سمت فعالیت ضعیف داشتن بهتر است. این بسیار مهم است. تو چگونه بها میدهی؟ طبق 10 خال انکشاف کسبی گروهت و رشد کسبی تجارتت را در این 3 سال چگونه بها میدهی؟ اگر 10 گویم خیلی مبالغه می شود. بله. خیر، من همیشه به خود با چشم تنقید نگاه میکنم. از این رو من به گروه و تجارتم بهای 6 میمانم. بهای 6؟ بله، بهای 5 یا 6. زیرا من میدانم که حالا باید در بسیار سمت‌ها رشد کنیم. برای چی بهای 5 یا 6 میمانم؟ برای آن که در این 3 سال در تجارت ما سیستم را در شکل معین خوب به راه ماندیم. این خیلی خوب است. نگاه کنید که معیار بلند طلبات دارد. او میگوید که ما سیستم تجاری را خوب به راه ماندیم، اما بهای این هنوز 6 است. این معنای آن را دارد که ما هنوز به سطح لازمه نرسیده ایم و نباید که سست شویم و باز ایستیم. تاریخ حیاتت را بگو. وقتی پیش ما آمدی تجارت نداشتی، تماما چیزی نداشتی. پس سرمایه را از کجا یافتی؟ وقتی من پیش استاد برای آموزش فردی آمدم، پیش از همه من به خود باوری داشتم که به این گروه شامل می شوم. شاید شما در یاد دارید و یا شاید نه، اما پولی خیلی زیاد گفتید. آن پول برای من خیلی زیاد بود. در یاد دارم که من برآمدم و از شاگردان فردی پرسیدم شما هم همین قدر پرداخت کردید؟ آنجا بعضی ها گفتند که نه. چرا اینقدر پول زیاد؟ و چون من به خانه پریده آمدم، من چنین فکر کردم او مرا تماما به شاگردی گرفتن نمیخواهد، برای همین پول زیاد طلب کرد تا من خود را به قفا کشم. اما من خود را قفا نکشیدم. من تخمینا پس از 2 هفته به شما نوشتم که تمام من تیارم و میخوانم. برای 1-2 ماه قرض گرفتم. خلاصه کاری کردم من آمدم. پولی لازمه را یافتی؟ بله، پولی لازمه را یافتم و آمدم. همان لحظه وقتی پیش شما آمدم، من الکی شرطنامه شریکی امضا شده داشتم. شرکت گشوده شده بود و من نیت داشتم با تجارتی مصالح ساختمان مشغول شوم. وقتی شما گفتید که صبر کن، سر و سیمن نشو، آموزش را سر کن، من در درس‌های 2 و 3 اشتراک می‌کردم. موضوع درس شریکی بود. بله. درس شریکی را گوش کردم. معیارهای انتخاب شریکان را یاد گرفتم و با شریکان شرطنامه بسته هم کار را سر کردم و آن شریکم طبق یگان معیار با من موافق نبود. پس از درس من پیش شما آمدم و گفتم و شما گفتید که باید با آنها شرطنامه را قطع کنم. بله. آموزاندید که این کار را چطور کنم. بله. و من گفته شما را کردم. شما همان وقت گپی خوب گفتید. مرا با دقت گوش کن. من حالا پول زیادی تو را صرف کردم. گفتید که این مصلحت من $1,000,000 می ایستد. بله، همین طور است. و پس از واخوری من آن شرطنامه را ویران کردم. بعد فهمیدم که شرطنامه را قطع کرده کاری درست کردم.
برای آن و که خواندن را سر کردم. آن شرط و سخت. شرایط قابل قبول نبود. اول دوست بعد راه گفتند. اگر با یگان شریک تجارت بکنید، شاید یکی شما آماده نیستید، یا شما یا شریکتان، آنگاه کار حتما با مشکلات به آخر می رسد. شاید کار تا دادگاه رود، حتما غمگین می شوید. برای چی؟ میدونید سری موفقیت در آن نیست که شما انیق میدانید. میدونید سری موفقیت در چیست؟ دانستن کاری نادرست. وقتی تو میفهمی که کاری را کردن در کار نیست، احتمالیت پیروزی بیشتر میگردد، امکانیت غلبه زیادتر میشود، توانایی موفقیت فراوانتر میگردد و همین کار بسیار مهم بود. و فکرم وقتی تو این تجارت را سر کردی، به گمانم کدام یک داراییت را فروختی. بله، من شاید برخلاف اکثر شاگردان شما شکر خدا که وقتی پیش شما آمدم هیچ گونه قرض نداشتم. من دارایی ها داشتم. در درس های شما ما همه آن دارایی ها را به موازنت درآوردیم. بله. و شما گفتید اکنون چیزهای نادرکار را فروخته و پول تبدیل دادن در کار. تا که آن درآمد بیارد. تا که آن درآمد بیارد. بله، من در خانه کلان میزیستم که آن تنها خراجات داشت. تنها خراجات خیلی زیاد داشت. من آنجا زندگی میکردم ولی اصلا به چنین خانه کلان نیاز نداشتم. خانه چنان کلان بود که با آن پول زیاد و وقتی بسیار صرف میشد. بله، خانه را تازه و پاک نگاه داشتن در کار. بله، پس از این من آن داراییم را فروختم. آن برایم یک بار زیادتی بود. باز یک تای دیگر رو هم فروختم. فقط در کاریشان را ماندم. طبق سیستمی که من با پیشنهاد سیستمی که کردم. پیشنهاد کردید من فعالیت نمودم. این برای تو سرمایه خرد آغاز کنی برای تجارت شد. دوستان عزیز، همین خصوصیت خیلی مهم است. آدمان زیاد پول کار میکنند و آن پول را صرف میکنند. آدمان زیاد صرف میکنند به هر کار، به چیزهای نادرکار. گروه دومی آدمان که کمی موفق ترند، حداقل آن پول را در شکل سرمایه نگاه می‌دارند. نورگل که دوام چندین سال اقتصادچی و محاسب بود، او یک قسم درآمدش را خانه خریده نگه داشته توانست. اما خانه او درآمد نه، تنها خراجات داشت. یعنی این گروه دومی آدمان است. آنها اموالی می‌خرند که سرمایه‌شان را زیاد نمی‌کند. باز هر سال برای آنها پول سپردن در کار. همینطور نه؟ بله. برای انداز، برای تعمیر و دیگر و دیگر. تنها یک سیستم گرمیدهی خود خراجات بی‌نهایت زیاد دارد. هر ماه به آن پول صرف می شود، درست؟ بله. خلاصه خراجات زیاد دارد. باز حولی را نگاه و بین کردن در کار است. یعنی آنها گروه دومی آدمانند. آنها پول را نگاه می دارند ولی اموالشان فایده خوب نمی آرد. گروه سومی آدمان اموال خود را اداره کردن می توانند. ما درس داشتیم وابسته به اداره کردن دارایی‌های خود. تو آنجا بودی. بله. ما همش را جزءاً حساب کردیم. با رقم‌ها حساب می‌کنی، درآمدناکیش را می‌بینی که این کار فایده‌ناک است یا نه، به مشغول شدن می‌ارزد یا نه. و او خانه‌اش را فروخت. آمده به من گفت استاد، من اکنون پول دارم، اکنون آماده‌ام که تجارت کنم. دریا داری؟ بله. او خواست که قرض، کردیت و غیره گیرد، اما من نموندم. من گفتم که نه، خانه‌ات را فروش. بعد کارا سر می‌کنیم. همین خیلی یا نه؟ بله. او با من گفت بیایید از فلان جا می‌گیریم، این خیلی می‌کنیم، قرض می‌گیریم. من گفتم نه، بیا با پول خودمان کار را سر می‌کنیم، این آسان‌تر است. او سخت در هراس بود. دریا دارم که تو به من بسیار زنگ زده دوام هفته‌ها در این باره می‌پرسیدی استاد براستی فروشم، آنگاه کجا می‌روم، اجاره نشین شوم، فرزندان دارم. تو چند فرزند داری؟ من 4 فرزند دارم. آنها را خودم تنها تربیت می‌کنم. بله، او در حقیقت مادری سخت می‌ترسید. او گفت آخر من 4 فرزند دارم، خانم را فروشم، به کوارتیره می‌روم استاد، پس حالمان چی می‌شود؟ چه کار کنم؟ چون این سوال‌ها دائم در سر کس چرخ می‌زند. اگر مبادا کار برار نگیرد چی؟ من گفتم نورگل، اگر تو تجارت داشتن خواهی، اگر وضع زندگیت رو عوض کردن خواهی، همین فایده‌ناکتر است نظر به قرض گرفتن. این فایده‌ناکتر است نظر به قرض گرفتن و عذاب کشیدن. در کوارتیر اجاره نشین بودن آسان‌تر است. برای چی من محض نورگل رو انتخاب کردم و در این برنامه تاریخ کامیابی او را نشان می‌دهیم. برای آن که از صفر به سرمایه، از سطح پایان به هیچ گونه تجارت پیش ما آمد و قدم به قدم آهسته آهسته این همه را ساخت. او می توانست قرض گیرد اما این عاقبت خوب نداشت. برای همین من گفتم نه، هیچ گونه قرض نمیگیریم. اگر دارایی داشته باشی آن را فروخته کار را سر میکنیم. خواه بر وقت باشد خواه دیر، به هر حال کسی به تو فشار نمیآرد، هیچ کس عصبهای تو را نمیخورد. چون که اگر با قرض تجارت را سر کنی امکانیت غلبه کم میشود.
امکانیت خیلی کم می شود. وقتی تجارت رو با قرض سر کنی امکانیت خیلی کم می شود، چون که فکری تو در قرض می شود نه در پیش بردن تجارت. تو دائم غم می خوری و غیره. از این رو من تو را بسیار ناراحت کرده میدونم. لطفاً بگو چی سبب شد تو پیش من آمدی و پیشنهاد کردی که بیاید استاد با من شریک شوید؟ در واقع او شریک من است. لطفاً بگو سبب این چی بود؟ بعد آن که شریکی من با همان آدم، بله با همان آدم موافق نآمد. من الکی با صاحبان دیگر زبادها واخوری و مصلحت کرده بودم و آماده بودم که بازار را تحلیل کنم. و بعد من پرسیدم شما با من گفتید که حالا کم کم بخوان و من هر ماه فکر میکردم آخر چقدر خواندن ممکن است. اما من حالا میفهمم در یکی از کتابهای شما گفته شده است درباره آدمی که چک میداد. عیناً مثل همان است. من حالا دقیق میفهمم که شما برای من همان آدمی بودید که چک میداد. میدونید دوستان عزیز، هر بار پیش من می آمد و می گفت آخر برای آموزش فردی او پول میداد. من یک روی کرده گفتم که این خیل 2 ماه میخوانی و بعد میبینیم. او 2-3 ماه خواند و بعد یک چند درس دیگر گذاشتیم. سپس خانه‌اش رو فروختیم. برای این قریب نیم سال صرف شد. تحلیل ها، شرطنامه ها و غیره. نیم سال صرف شد. او آمده گفت استاد میخواهم شما شریکی من باشید. من گفتم که باز کمی وقت هست، زیرا میدیدم که او به شریکی تیار نبود. اگر با او شریک میشدم در آخر کار رسوا میشد و از همه مهمش هنوز تجارتش در سطح لازمه نبود. از این رو من با او نگفتم، ولی بله هم نگفتم. من او را آهسته میکشیدم. من گفتم که باز یک چند درس ها را میخوانی و بعد تو به فکرم یک بار درس های 1 ساله سیستم کنونی تجارت را به آخر رساندی. من خوانش 1 ساله را به انجام رساندم. بعد من تو را رساندم. گرفتم. یگان درس نبود که اشتراک نکرده باشم. در همه درس‌ها بودی. من و شما شریک شدیم. تخمینا درس‌های 8 یا 9 را به آخر نرسانده. آن وقت آموزش سالانه 1 سال دوام میکرد. تخمینا بعد از 10 ماه شریک شدیم. چرا؟ چون که او باید مرا خوب میفهمید. باید من او یک خیل فکر میکردیم. باید نقطه نظرمون یک خیل می بود و غیره. نورگل یکی از آن شاگردانم است که توانست با من شریک شود. هرچند تجارت نداشت. ما کار را از صفر سر کردیم و غیره و آهسته آهسته تجارتش را به راه ماند. و از همه عجیبش وقتی من به او سرمایه گذاری کردم آدمان زیادی با من گفتند این غلطی است استاد. شما میگویید که طبق فلان خصوصیت ها شریکان را انتخاب کنید و غیره، اما چرا خودتان به نورگل سرمایه گذاری کردید و به ما سرمایه گذاری نمیکنید؟ آدمان زیادی به من پیشنهاد شریکی میکنند، سرمایه گذارید میگویند. و بعضیشون میگویم که خب کمی دیرتر، چطوری که با تو گفتم، زیر و نظارت میکنم. من به خصوصیت های زیاد اهمیت میدیم. مثلا آیا این آدم نظارت حسابات را برای مانده میتواند؟ سیستم را برای مانده میتواند؟ آیا این آدم بازار را فهمیده میتواند؟ یا این آدم با من به یک سم نگاه کرده میتواند؟ مگر با او دایم در اختلاف نمیشوم؟ آخر ما باید با تجارت مشغول شویم، نه اینکه مناسبت ها را حل و فصل کنیم. این خیلی مهم است. باز در تجارت افتیش هست، بالا روی هست. در تجارت خطاها می شود. آیا این آدم با چنین خطاها تاب آورده می تواند؟ روحاً باز اینکه او زن است. بسیار زنها در این پستی و بلندی ها تسلیم می شوند. آنها در حال می شکنند. اما این زن آهنین است. عصبهایش خیلی تاب آورند. میفهمید؟ این خیلی مهم است. من به این همه اهمیت میدادم مگر مبادا یگان حالت بد و وزنین ناکامی شود. او چطور تاب می آرد؟ در تجارت از کامیابی دیده ناکامی بیشتر است. خواهید نخواهید همین خیلی است. گروه را گرد میاری، کار برار نمیگیرد، بعد یکی میرود دیگری میآید. نه فکر میکنی که کارها خوبند، باز یک چیز دیگر روی میدهد. تجارت خود نامعتدلی دائمی است. از این رو من او را مشاهده میکردم. دریا دارم بسیاری ها از من میپرسیدند، همیشه میگفتند استاد این غلطی است. ما به شما تجارتی تیاری درآمدناک را پیشنهاد میکنیم، اما به ما نیو به نورگل سرمایه گذاری کردید. دیگران فهمیدند چون که آنها با هم صحبت میکنند، در گروه همه بین خود چخچخ کرده میشینند. اما من در نوبت اول به آدمان سرمایه گذاری میکنم. این قانون اساسی من است که خوب فهمیدم. یکی به محصولات، ایده سرمایه گذاری میکند، من باشم به آدمان. اگر بینم که شخص ارزش های روحانی و معنوی، تاباوری پسیکولوژی، آدمگری بلند و غیره دارد و اگر او فهمیش کسبیت داشته باشد، شریک میشوم. میبینم که دوام کار را خودم یاد داده میتوانم. آنگاه آهسته آهسته تدریجاً بالا میرویم و غیره. من او را در کولی پر از تیمساح پرتافتم. اگر کتابی مرا خوانده باشید شاید این را حس کرده اید. در حقیقت همین خیلی است.
بعد من گفتم که تمام بیا آهسته آهسته سر کن من با تویم. اما او از آن که روحاً میدانست که من در برش هستم در حالتهای وزنین او را افتیدن نمیمانم و تاب آورد و تدریجاً قدم زده پیش رفت. خوش در این 3 سال چند بار گروهت را نو کردی؟ در این 3 سال گروهی من 3 بار به تمام نو شد. یگانه همکاری که از اول با من است تنها 1 نفر می باشد. دیگر کارمندانم باشند. این طبیعی است. و تمام 3 بار نو شدند. می آیند می روند. این طبیعی است. بله. حیرت آور نیست. زندگی خود چنین است. هیچ کس گناهکار نیست. ما کسی را خوب و کسی را بد گفتن نمی توانیم. خصوصیت تجارت خود همین است. و از همه عجیبش چیست میدانی؟ حالا من تو درس میخوانیم. حالا تو راهبر بودن را می آموزی. این همه چنین است. بله. تو چی را حس کردی؟ کدام درس به تو این را داد؟ آخر گروهی کاریت عوض شد و غیره. سرچشمه این چیست؟ من از درس ساختن سیستم چنین چیزهای خوب را فهمیدم. چیزهای خوب زیاد را. برای آن که وقت بار یکم گروه عوض شد من فهمیدم که باید سیستم بی خطری حفظ معلومات را تشکیل کنیم. وقت بار دوم گروه عوض شد من فهمیدم که باید کاری کرد که وقت یک کارگر می رود و دیگرش می آید آنگاه شرکت چیزی را بای ندهد و کارش پیش رفتن گیرد. و حالا می توانم با باوری گویم که سیستم ما عالی برآمده شده است. ما این کار را کرده توانستیم با شرافتی همان درسی که من همیشه نقصان داشتم. لطفاً بگو تو 2 بار درس‌های سالانه مرا خواندی درست؟ بله درست. این چنین درس‌های فردی مرا خوانده ای. دائم از من مصلحت میپرسی با هم کارها را پیش میبریم. از آن دانش‌های گرفته‌ات کدامش به تو خوب کمک کرد؟ با من همه اش کمکی خوب کرد. حالا قسم یکم قسم دوم گفته جدا کردن نمیتوانم. یک تاش. همه درس ها خیلی فایده‌ناکند. هر یک درس، هر یک تجربه ای که شما نقل میکنید در یگان لحظه ای معین به شبه کمک میرساند. کس میگوید که استاد در این باره گفته بودند و همین خیلی بوده است. از این رو یگان درس الهیده را بهتر گفتن ناممکن است. همه اشان خوب و مفیدند. یعنی همه درس‌ها در مجموع کمک کردند. همه در مجموع. یعنی کاری را از روی درس یکم کردی، کاری را از روی درس دوم کردی و کاری را تا حال اجرا کرده ایستادم. بله. و همه درس‌ها در مجموع در کارهایت کمک رسانیدند. لطفاً بگو شرکت ما حالا از کدام جهت به قوت است؟ شرکت ما حالا از جهت نظارت حسابات سیستم ای فروش با قوت است. عموما سیستم ای داخلی شرکت خیلی خوب است. یعنی جریان های تجارت و عموما همه اش با قوت لطفاً است. بگو در شرکت همه چینک های لازمه، همه KPI ها، ساختارها درست براه مانده شده اند؟ بله همه براه مانده شده اند. رقمی شده است. همه رقمی گردانده شده است. بله همه عالی است. عالی، خیلی خوب. دوستان عزیز شما حس کردید؟ ان همین خیلی مهم است. مثلا اگر شما خواهید که حالا به درجه نو گذارید باید شرکت شما تکنولوژی باشد. آیا می توانیم گوییم که شرکت ما حالا تکنولوژی است؟ در بعضی سمت ها باید رشد کرد اما بله می توانید. با باوری می توانم گویم. دوستان عزیز من اکسیونر شرکت جاینت می باشم. من به این شرکت سرمایه گذاری کردم اما آن را نورگل اداره می کند. در سر چنبرک اوست. کار را او پیش می برد. وظیفه من یاری کردن است. بعضن آدمان فکر می کنند که گویا اگر تو اکسیونر باشی سرمایه گذار باید تجارت را اداره کند. این ابلهی است، نباید خلل رساند. من تنها کمک می رسانم. در بسیار شرکت های ما نقش یاور را می بازم. تنها یاری می کنم. وقتی مشکلی ها پیدا شوند آنها می توانند به من تکیه کنند و غیره. و چون کار آنها انکشاف یابد و خوب پیش رود پس مرحمت گاز را زیر کن و پیش حرکت کن. ما در هالدینگمون UDI مدل شریکی و مناسبت بین همدیگری را همین خیلی براه مانده ایم. لطفاً بگو تو یک قسم هالدینگ UDI هستی. بسیار آدمان به من میگویند که من میخواهم شریکتان شوم، به شما لایحه ها فرستم و غیره. تو یک قسم هالدینگمون UDI هستی. برای تو این هالدینگ چیست و این به تو چی میدهد؟ تو را دستگیری میکند، کمک میرساند؟ هالدینگ UDI این گروه به تو چی میدهد؟ هالدینگ به من کمک میرساند و دستگیری میکند. محض دستگیری کسبی از جانب هالدینگ اهمیت خیلی کلان دارد. این چنین دستگیری روانی هم اهمیتی کلان دارد. البته چون که کس میداند و میگوید من گروه دارم که دائما را دستگیری میکند، یاری میرساند، مصلحت میدهد و این برای من اهمیتی کلان دارد. یعنی یک قسم این هالدینگ بوده تو خودت را به قوت حس میکنی؟ بله.
این به تو امکانیت انکشاف فراهم می‌آورد. اصلا چرا ما هولدینگ رو در سیستم نگاه می‌داریم؟ برای آن که مثلا وقتی ما می‌بینیم که یگان تجارت ما امکانیت انکشاف، وسعت‌یابی و غیره دارد، ما ریسورس ها را اپتیمیزاسیون می‌کنیم، مناسب می‌گردانیم. یعنی از دیگر شرکت‌هایمان ما می‌توانیم ریسورس های معین را تامین نماییم، سرمایه گذاری کنیم. خودمان به خودمان کمک می‌کنیم تا سمت دیگری کارمان قوی شود. آنچه که حالا مبرم است قوی گردد. این خیلی خوب کمک می‌کند. اما ما به این در یک روز نرسیده ایم. بسیار افتیده و خسته و خطاها کرده رسیده ایم. شکر خدا که عین زمان ما به این رسیدیم. حالا ما می توانیم که از درون هولدینگ آن را قوی کنیم. به فکرم پس از یک سال هولدینگ چنان استوار می گردد که به هیچ گونه سرمایه گذاری بیرونه نیاز پیدا نمی کند. آن از درون خودش را به قوت می کند. یعنی از این برمیآید که سمت خیلی فعال را انتخاب می کند. سمت درآمدناک، فایده آور را و آن را پیش میبرد. زیرا این به ما امکان میدهد که زودتر پیش رویم. از همه عجیبش این است دوستان، من هولدینگ را با در نظر داشت کم کردن همه خطر و توکل ها بنیاد کردم. هیچگاه فکر نمیکردم که وضعیت بازار این گونه نامعین میگردد، ولی ما آماده بوده ایم. ما در حقیقت به این تیار بوده ایم. من چند روز پیش در آستانه برآمد کردم همراه یوگینی چرنیاک با یوگینی چرنیاک. بله در بیگمن با او سوال دادن جنگ به شما چی را آموزاند؟ با او همین سوال دادن و او جواب داد. انیخترش این خیل پرسیدن کدام شرکت ها توانستند که به این وضعیت ها تاب آورند؟ او جواب داد تنها آن شرکت هایی که دیگر منبع درآمد داشتند بیرون از کشور و یا یگان وریانت دیگر داشتند. آنها یگان وریانت آلترناتیوی داشتند. ما این را استراتژی ضد بحرانی مینامیم. آنها وریانت احتیاطی داشتند. وقتی من تجارت خود را ساختم، آن را طبق چنین مدل بنیاد کردم. من جنگ شهروندی تاجیکستان را دیدم. بعد سالهای 2004 2006 من در بیشکک بودم. در آنجا جنگ شهروندی و انقلاب شد. در بیشکک بودم، در قرقیزستان. من این همه را دیدم. من دیدم که چطور یک ترک با 3 میلیون دلار زواد ساخت و آن را با 300,000 دلار فروخت. 10 برابر ارزانتر. مقصدش فروخته رفتن و جانش را نجات دادن بود. من دیدم که یک ایتالیایی در تاجیکستان با 17 میلیون دلار زواد ساخت و آن را همین خیر پرتافت و رفت. آن را ماند و گریخت. هیچ چیز نگرفته رفت. همان وقت من فکر کردم من هیچگاه تجارت نمی‌سازم که در حالت‌های بد آن را پرتایم و روم و جانم را نجات دهم. آخر برای این زحمت زیاد می‌کشی. از این رو من تجارت خود را طبق چنین مدل ساختم. یکم، تجارت‌های من به وضع سیاسی یگان کشور وابسته نیستند، چون که در کشورهای گوناگون قرار دارند. دوم، تجارت‌های من به قرب اسعار وابسته نیستند. کورس والیوتا، کورس میتواند بلند شود، پست شود و غیره. من در نظر دارم که اگر شما با اسعار خارجی خرید، دلار، یورو و با سام یا تنگه فروشید، آن تاثیر کلان میرساند. سوم، اقتصادی. بعضا اقتصادیات یک کشور بلند میشود و از آن دیگری پست. تجارت‌های من به این سخت وابسته نیستند، زیرا من تجارت‌هایم را در کشورهای گوناگون برآمدم. و چهارم، توکل ساحوی. اگر یک ساحه تجارت بالا رود، بعضا ساحه دیگرش پست می شود. عادتا چنین است که از این رو وقتی هولدینگ ساختم، من همین توکل و خطرها را به اینوبت گرفتم. برای همین وقتی در یگان سمت کار سست می شود، سرمایه را به سمت انکشاف یابنده می گذرانم. و چون می بینم که اقتصادیات یگان سمت کم کم به لرزه می درآید، من آهسته سرمایه را به دیگر سمت روانه کرده آن را قوی می سازم. من و تو در اینجا با دلار بار می خریم و با پول محلی می فروشیم. عیناً همین خلما یک قسم خدمت رسانی را با اسعار دلار و یورو می فروشیم. آنگاه در آخر ما سرمایه برابر، سیستم دارای توازن را به دست می‌آوریم. این امکان می‌دهد که تمام هولدینگ خوب کار کند. تو با آدمانی که چنین فکر می‌کنند چه توصیه می‌دهی؟ شاید آنها فکر می‌کنند چه خیلی به درس‌های ما بیایند، چه خیلی شریک ما شوند. تو با آنها چی می‌گویی؟ یکم، حتما بخوانند. پورا. بله. یک بار نه، چندین بار. تا که همه نازکیت‌ها را فهمند، همدیگر را و درست کار کنند. دوم، هر چی که ما در درس‌ها می‌خوانیم حتما اجرا کردن در کار. و سوم، با فکرم این هم مهم است. گمان کردن در کار نیست که اگر پیش استاد بیایی، استاد همه کارا میکند.
من راحت کرده میگردم. من راحت کرده میگردم و استاد کار میکنند. بله، انتظار شدن در کار نیست که استاد به جای شما کار میکند. کار را باید من خودتان نشان کنید. میدهم شاگرد باید اجرا کند. دوستان، من استاد راهنمایم. من راه را نشان میدهم، اما آن را باید تو پیمایی. در آن راه باید شاگرد خودش رود. من نمیتوانم در پس او نشسته او را برم و گویم که انا اکنون تو موفقی. این خیلی نمیشود. این خیلی نمیشود دوستان. استاد راهنما بودن این نیست که استاد باید به جای شما همه کارا کند. نه، ما سمت درست را نشان میدیم. راه را باشد باید خود شاگرد طی کند. مثل نورگل او خودش طی کرد. راه از آن شماست. دوامش را میبینیم. اینجا چیست؟ در اینجا کی میشیند؟ اینجا محاسباتی ماست. اما حالا وقتی کاری به آخر رسیده است. کارمندان رفتند. عموما اینجا شعبه محاسبات است. لطفاً به من بگو، عین زمان در جهان بحران ادامه دارد. وقتی بحران سر شد من و تو کارا سر کردیم. همین که کارا سر کردیم بحران سر شد. بله. لطفاً بگو کدام درس ها به تو دانش رهایی از بحران را داد؟ کدام درس ها به تو کمک کردند؟ من یک درسی مهم گرفتم. عموما در این همه مدت ما به همه خطاها راه دادیم. همه مشکلات تجارت را دیدیم. هرچی که شما میگفتید که فلان خل شدنش ممکن است، به فکرم آن همه از سری من گذشت. Я думаю, что это все произошло со мной. مرا بار تأمین کنندگان، متخصصان در حالتی بد گذاشتند. معلومات شرکت را بودند. همه کار شده است و کارمندانت رفتند و رقیبت کارمندانم شدند. هم رفتند. آنها به تو رقیب شدند. همین بله. طور نرفتند. باز بارهای ویران فرستادند. من همه این مرحله ها را با نوبت گذشته ام. من از درس های شما محض چی را گرفتم؟ باز تکرار میکنم. درست ساختن سیستم این درس خیلی با قوت و مهم بود. همین درس بسیار کمک کرد. اینچنین به طور استراتژی فکر کردن هم بسیار کمک کرد. Для того, чтобы заранее предусматривать те либо иные риски и برای پیشکی دیده توانستن خطرها و کشیدن نقشه B. دوربین بودن، درست؟ دوربین بودن. همین درس ها بسیار مفید بودند. هم بحران و هم این همه حالت ها. در حقیقت همین خیل بودن کارمندانی که از کار رفتند و به ما رقیب گشتند. از همه مهمش وقتی اولین گروهی کاریت رفتند به فکرم تمام معلومات های شرکت نیز از دست رفت، درست؟ بله. این چنین بودن حالت هایی که 90% بار نادرکار و بی خریدار برآمدند. بله، همین خیلی هم شده اولین بود. حجم باری که نورگل فرمایش داده بود بار برآمد که تماما خریدار نداشت، با فروش نمیرفت. در یاد دارم که یک چند راهبران هالدینگ های ما آمده با من گفتند استاد آخر برداشتن کار جای ناممکن است چون که این شرکت زیانکار است. شرکت چند مدت به زیان کار کرد؟ قریب 2 سال. بیش از 2 سال. بیش از 2 سال شرکت به زیان کار کرد. اما من یک چیزی مهم رو میدونستم. عادتاً به شما توصیه میدهم اگر از 3 تا 6 ماه شرکت فایده به دست نآورد و یا شما بهبودی را نبینید، آن شرکت را محکم کنید. من به آدمان بسیار چنین مصلحت میدهم، چون که اگر تو در وقتش بازیستی همان لحظه از زیان رو میگردانی و این خود فایده است. من دائما میگویم در مدت از 3 تا 6 ماه همش روشن میشود کارا دوام دادن در کار یا نه. اما اگر دینامیک انکشاف یابنده باشد، حتی اگر فایده نگیرید ولی ببینید که دینامیک بالا می رود، کم کم تا رفت شما بازار را فرا میگیرید، کم کم دینامیک بالا می رود، پس بهترش دوام دهید. اما اگر بینید که دینامیک بالا نمی رود، یعنی آهسته آهسته بالا نمی رود بلکه دائم یک خیل راست می رود، بهترش محکم کنید. در مدت 3-6 ماه همش روشن می شود. اگر دینامیک انکشاف نباشد، بستن شرکت بهتر است. این خیلی خوب است، خیلی خوب. تو در مورد گروه شاگردان ما چه گفته می توانی؟ چه ها را حس کردی؟ از آنها چه نفعی هست؟ تو تنها در مکتبی من نمی خوانی کو، اما وقتی یک چند گروه ها را می بینی البته چیزی را می فهمی، یاد می گیری، درست؟ بله، وقتی من آفلاین میخواندم آن به من بسیار کمک کرد. از این رو درباره خوانش آنلاین چیزی گفته نمیتوانم. ما عادتا در خوانش آفلاین سفر میکردیم. برای همین من حالا میفهمم که اگر یگان خیل درس در المعطا گذرد، من بهترش به آن نمیروم و دیگر درس میروم که در کشور خارجه برگزار میشود. برای چی؟ برای آن که وقتی شما در قرقیزستان درس گذاشتید، ما 2 روزه سفر کردیم. ما پورا از اهل عائله‌مان، از کار و غیر علاقه رو کنده پورا به آموزش وارد شدیم.
پس از درس ها هر شام شب نشینی های جالب برگزار میگشت. بله. ما یگان خیلی تجربه ها را جدی محاکمه میکردیم. تجربه های هم سبقانمان را. اما لحظه وقتی من میخواندم من هنوز تجارت نداشتم. اما من پیوسته گوش میکردم و حتما در این نشست های گرد میز های مدور اشتراک میکردم. و فکرم باز یک چیز دیگر خیلی فایده‌ناک بود. من تنها با یک کس صحبت نمی‌کردم، بلکه با همه صحبت می‌کردم. بله. من محیط‌های گوناگون را می‌دیدم. به هر گونه تجربه‌های گوناگون گوش می‌دادم. و فکرم خوش به حالی من که گروه ما خیلی متحد بود. ما بیش از 90 کس بودیم. در گروه شما 112 کس بودند. من همین 90 کس را در یاد دارم که در همه درس‌ها اشتراک می‌کردند. بعضن کسی بیمار می‌شود، کسی کجای می‌رود و در گروه شما 112 کس بودند. و ما خیلی متحد بودیم. در همه درس‌ها فعالانه اشتراک می‌کردیم. بله. و این به من امکان داد که همان وقت بعضی چیزها را فهمم، حالان که تجارت نداشتم. یعنی این فهمیش های نخستینی تو را تشکل داد. من تو را جدی نظارت میکردم. تو چطور میخوانی؟ آیا میارزد که با تو شریکی کنم؟ من به این همه نازکی ها اهمیت میدادم. یعنی اگر کس میخواندگی باشد در حالت های وزنین هم اون میخواند و ما از هر گونه حالت برآمده میتوانیم. محیطی آنجا با من بسیار کمک کرد. پیش از همه وقتی من همان زمان تجارت شدم، بعضی چیزهای خرد برای من نافهم و دشوار بودند. برای آن مشکلات ناچیز شما را ناراحت کرده نمیتوانستم. بله. در چنین لحظه ها همیشه صاحب کارانی بودند که کیها چنین مشکلات را از سر گذراندند. در آن محیط با یک و دو سه کسی آن محیط میتوانستم زنگ زنم و پرسم که آیا تو چنین حالت را از سر گذرانده ای؟ آنگاه میتوانستم جوابم را بگیرم. آنها الکی چنین تجربه ها را داشتند. بله، از بس که ما هم از کشورهای اسنگی هستیم، اکثر حالتهای تجارتی ما به همدیگر مانندند. بله. به همدیگر آزادانه سوال دادن ممکن است. فلان کار چه خوبی و چه بدی دارد. بله. وابسته به مارکتینگ پرسیدن ممکن. و فهمیدم که این برای ما کمک علاوه‌ای است و گروه خیلی خوب بود. خوش به حالم که من آفلاین خواندم و چنین گروهی دارم. آفرین به تو. تصور میکنی حالا ما این کورس را تنها در ترکیه برگزار میکنیم. از تمام دنیا آدمان در آنجا گرد می آیند. وقتی ما در حدود اسنگی برگزار میکردیم، مثلا در قرقیزستان یا در دیگر جا، همون وقت هم از امریکا بعضی شاگردان داشتن. بله میدونم. امید جان. بله، مثال امید جان از آنجا می آمد. باز از اشخاباد، از ترکمنستان می آمدن. مثال رسول. حالا که در ترکیه درس میگذاریم، آدمان زیادی از امریکا، از حدود بالتیکا، از همه کشورهای اسنگی، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و غیره میآیند. این آدمان خیلی بفهمند. گروه‌های ما خیلی خوبند. همه گروه‌های ما عالی‌اند. من راست میگویم. از این رو میخواهم که تو در 2-3 درس ما اشتراک کنی تا آن را ببینی، فهمی، برای آن که این نوسازی می شود. یعنی تو تجدید میگردی، انکشاف میابی، الهام میگیری و غیره. من فکر میکنم که تو حتما باید یک کورس دیگر درس خوانی، چون که این در حقیقت کمک زیاد میرساند. ما درس ها را در انطالیا میگذرانیم. برای چی در انطالیا؟ برای آن که از استراحتگاه کس برآمده نمیتواند. 4 روز یک بار پریده می آید و دوام 4 شبانه روز او هر روز میخواند. شام سپارش ها را اجرا میکند، میزهای گرد با کوراتورها کار میکند و غیره. چون این سمت ها خیلی زیادند. وقتی از من درس میگیرند، بعداً در اطراف آن میزهای گرد نقشه های شاگردان ظهور میکنند. کی درس ها را چطور عملی میکند، در کجا چی کار خواهد کرد، کی چگونه مسئله ها دارد. آنها بین خود این مسئله ها را بررسی میکنند. بر زمین آنها کوراتوران خود را دارند که جهت عملی کردن یاری میکنند. کوراتورهای ما سمت های خود را دارند. اگر کس با سودا مشغول باشد، ما کوراتوران ساحه مذکور را داریم. کوراتوران ساحه ساختمان را داریم. گروه کوراتوران استحصالگر داریم. بیایید میرویم و دوام میدهیم. دوستان، نورگل لطفاً بگو تو کتاب خواندن را دوست میداری؟ بله، من کتاب خواندن را دوست می‌دارم و همیشه می‌خوانم. کدام کتاب‌های مرا خوانده ای؟ من غیر از کتاب‌های حدود اسنگی، چطور در حدود اسنگی میلیونر شدن ممکن است؟ بله، دیگر همه کتاب‌هایتان را. بله. همین خیلی آفرین. بعضی کتاب‌هایتان را چندین بار خواندم. آفرین. این خیلی خوب است. یک کتابی هست که من خواندم ولی تا آخر نخواندم. از چی باشد که نتوانستم، اما هنوز به موضوع فکر زنها و مردها نرسیدم. زنها و مردها؟ بله، این کتاب را تا آخر خوانده نتوانستم. همین که این کتاب را تکرارا بخوانی، زود به شوهر میبری، تو حتما عائله برپا میکنی و غیره. همین طور از زندگی همین خیلی است. پس امروز رفته آن را پورا میخوانم.
این همیشه چنین است. بله این همیشه چنین است. درست. خدا کند من خواهان آنم که در همه پهلوهای زندگی تو موفق باشی. لطفاً بگو تو به چنین آدمان چی توصیه میدهی؟ میخواهند آمده خوانند اما فکر میکنند بهترش به تجربه های خودم تکیه میکنم، بهترش خودم اجرا کرده میآموزم، تجارت رو کرده یاد میگیری، خواندن چی در کار، این کمک نمیکند، این بیهوده گذرانیدن وقت است و غیره. خواندن به من چی داد؟ من میتوانم همین خیلی جواب دهم و به دیگران توصیه دهم. و من غیر از طرز براه ماندن سیستم باز بسیار چیزها داد. نگاه استراتژی مرا انکشاف داد. من توانستم پیش را آینده را بینم و من پیشتر در خود چنین خصوصیت ها را نمی دیدم. آنچه که حالا روی می دهد من فکر می کنم و به طور خود از خود پگاه همان حادثه روی می دهد. من خیلی خوب یاد گرفتم و حالا در خانه 4 فرزندم را تربیت می کنم. طوری که شما در کتاب کودک نابغه زیبا گفته اید، من کودک نابغه من بله، من خوب درک کردم که اگر تو کاری رو یک بار کرده باشی پس کوشش کن که مدت زیاد چندین بار از این استفاده بردن ممکن باشد. کاری سیستموی من انا همین رو یاد گرفتم و به همه توصیه می دهم که حتما در درس های شما اشتراک کنند. من یک چی رو حس کردم و گفتن نمی توانم که اگر تو فلان درس الهیده رو خوانی حتما موفق می شوی. نه، درس های شما همه در یک جایگی فایده می رساند. یعنی این درس ها باید یک جایه باشند، همه شما باید آموخته شوند. لطفاً بگو تو گفتی که شما رو در یوتیوب دیدم و آمده درس ها رو خواندم. برای چی من؟ استادان و مکتب های زیاد هستند. فرقیت سیستم ما یا درس های من در چیست؟ تو چرا از مکتب ما رو انتخاب کردی؟ میدونید من راستی گپ رو میگویم. من دیگر استادان رو ندیدم. من نمیدانستم که شما استاد هستید و درس میدهید. من با دلم این رو حس کردم و خواهش پیدا نمودم. حتی در یادم نیست که آن کدام رولیک بود. حالا آن رو خوب در یاد ندارم. در یوتیوب؟ بله، در یوتیوب تماشا کردم و خواهش پیدا کردم. من فهمیدم که این برایم در کار است. حتی پیش شما آمده من با کسی مقایسه نکردم چون که من تجربه نداشتم و من به دیگر درس ها نرفته بودم. من همین خیلی پیش شما آمدم و خود حاضر من نوارهای علاوگی را تماشا میکنم. درس های دیگر استادان تجارت را نیز میبینم. این خوب است. تنها حاضر در سال 3 اما 2 سال اول من 100% حتی فکر نمی کردم که روزی فرا می رسد و من به همه درس های شما پورا غرق می شوم. یعنی تو به آنچه که آموختی جدی توجه کردی و عملی نمودی. این خیلی مهم است. دوستان عزیز، من چی گفتن می خواهم؟ آنچه که حالا نورگل گفت خیلی مهم است. مثلا من این را چنین ifade می کنم. نورگل، وقتی ما 200 و چند شاگرد داشتیم، من 200 و چند شاگردی فردی داشتم و تخمینا 700 و چند هزار کس همان وقت سمینار و ترینینگ های ما را گذاشتن. حالا شماره آنها بیش از 1,400,000 است به طور آفلاین، آنلاین و غیره. در یاد دارم که همان وقت 2 شاگرد فردی من هیچ گونه نتیجه به دست نمی آوردند. نتیجه شان 0 بود گفتن نمی توانم. تنها همان وقت در محیط خود کارشان برار نمی گرفت. آنها 2 کس بودند. من زیاد فکر میکردم چرا نتیجه کارشان خوب نیست. من بسیار فکر میکردم. حالا تو تصور کن همان وقت 227 کس شاگردی فردی من بودند. 227 کس. 225 کس نتیجه داشتند و 2 کس نداشتند. همین 2 کس. من فکر میکردم یعنی چیزی را خطا فهمیدند، کاری را نادرست کردند. من حس کردم هر دوی آنها تنها یک نوع سیندروم داشتند. سیندروم دانشجویی که دائم معلومات میگیرد ولی هیچ کار نمیکند. میدونید آنها چیکار میکردند؟ آنها غیر از درس‌های من به دیگر ترینینگ‌های گوناگون میرفتند. وقتی کس در یک وقت ترینینگ‌های زیاد را گوش میکند، راه گم میزند. من به شاگردانم نگفتم که غیر از درس‌های من به دیگر ترینینگ ها نروید و آنها این کار را با فکر خودشان کردند. حالا تو هم گفتی که من در این باره فکر کردم. تو این کار را با فکر خودت کردی و فکرم. اما در اصل وقتی تحلیل نمودم این 2 شاگردی بی نتیجه من در یک وقت در هر جا درس می‌خواندند. معلوم شد که یک استاد به درس‌های من تقویت می‌بخشد، استاد دیگر برعکس گپ‌های مرا میگوید، چون که او تجربه دیگرگونه دارد. می‌فهمی؟ این واقعاً چنین است. من بعضاً مقایسه می‌کنم. 30% موافقت می‌کند، 70% به هم دیگر ضد می‌برایند. و چون درس‌ها به هم ضد باشند، پس برای همین گونه شاگردان عادت کردن وزین خواهد بود. این به آن مانند است که اگر تو حالا روی و در یک وقت از 4 دکتر طبابت گیری برای یک بیماری، پس میمیری. هر کدامی آنها با اسلوب خود طبابت میکنند، درست؟ و این
передозировка мешавад. агар дору аз меъёр зиёд истифода шавад кас мемирад. аксари шогирдон ин корро бо фикри худ карданд ва ё шояд ман маълумоти зиёде медиҳам. ба ҳамон лаҳза ба ҳар ҷо давидан шарт нест. ба ҳар ҷо рафтан зарурат надорад. беҳтараш як касро интихоб намуда пеш рафтан дар кор. чунин касон муваффақ мешаванд. аз ин рӯ дӯстон танҳо аз як кас дарс гиред. ба ҳар ҷо рафтан шарт нест. беҳтараш як устодро интихоб кунед, роҳи муайяни таълимоти ӯро тай намоед, баъд ӯ худаш касеро тавсия медиҳад. шахсан ман тавсия медиҳам ки боз ба пеши кадом тренер рафтан дар кор, онҳое ки дарсҳои маро пурра мекунанд. баъд боз касеро интихоб мекунед ки дарсҳои ӯро пурра мекунад. аммо хонданро бас накунед, онро давом диҳед, пайваста бихонед, чунки хондан марҳилаи тӯлонист ва муъҷиза меофарад. лутфан бигӯ, умуман само барои ту чист? само барои ман пеш аз ҳама шумоед устод. ман ҳоло бо шумо на танҳо ҳамчун устод муносибат мекунам, балки фаротар аз он. ман фикр мекунам ки дар ҳаёти ҳар як шахс одаме пайдо мешавад ки ба тақдири ӯ таъсири ҷиддӣ мерасонад. ба ҳаёти ман ду кас таъсир гузоштаанд ки яке ашон шумоед. ташаккур. шумо боис шудеду ман ва ҳаёти ман куллан тағйир ёфт. аз ин рӯ шумо бароям на танҳо устодед, балки бештар аз устодед. метавонам гӯям ки шумо яке аз наздиктарин инсон дар ҳаётам ҳастед. мо шариконем, устод ва шогирдем. раҳмат. барои ҳамин само барои ман мисли давомдиҳандаи шумост. само маркази омӯзишист, таълимгоҳ аст, хонаи дониш ва инкишоф аст. кас бояд ҳамеша хонад ва само дар ин роҳ кӯмак мекунад. ба само омада ҳама самтҳоро омӯхтан мумкин аст. фурӯшро, маркетингро, боз бо шумо низ шарик шудан мумкин аст. ҳоло ман ба фарзандони худам низ меомӯзонам. барои ҳамин ба само омада дар ҳама соҳа барои худ роҳеро ёфтан мумкин аст. дар ҳақиқат бале воқеан вақте ки шогирдонро ба омӯзиши фардӣ қабул мекунам, ман чунин мегӯям: ман шуморо сарватманд карда наметавонам. ин номумкин аст, ин кори худост. ба шумо ваъда намедиҳам ки дарсҳои маро хонда миллионер мешавед ва ё дигару дигар. аммо метавонам ба шумо ду чизи муҳимро ваъда диҳам. якум, ман пурра, шаффоф, содиқона, фидокорона дарс медиҳам. дуюм, ба шумо ваъда медиҳам ки ҳар чӣ ки аз дастам меояд бароятон мекунам, то ки шумо рушд ёбед ва коратон пеш равад. мо ҳаракат мекунем, баракаташро худо медиҳад. яъне вазифаи мо иҷро кардани кори муайян аст. он чиро ки метавонем, он чиро ки мефаҳмем, он донишеро ки дорем. ман ба ту ваъда надода будам ки ту миллионер мешавӣ ва ё ваъда дода будам? албатта не, ман медонам. ман ҳеҷ гоҳ ваъда надода будам ки ту дарсҳои маро хонда ба зудӣ миллионер мешавӣ. аммо ман ваъда медиҳам ки бо тамоми ҳастиям содиқона, фидокорона хизмат мекунам. ҳоло ту ба ман гуфтӣ ки шумо фаротар аз устод ҳастед ва ба ҳаётам таъсири ҷиддӣ расондед. чунин гуфтӣ? дар ҳақиқат дар зиндагии мо ҳама кор тавассути одамон амалӣ мегардад. ман рӯйхати одамонеро дорам ки ба ҳаётам таъсир расонданд. ман диаграмма кашидам. ҳар кадоми онҳо кадом сол дар ҳаёти ман пайдо шуданд. ман диаграмма кашидам ва дӯстон, мехоҳам шумо низ ин корро кунед. он гоҳ шумо мефаҳмед, қадри ҳар касро ки дар ҳаётатон пайдо шуд мефаҳмед. ман ин гуна диаграмма кашидам ва он мисли зина аст. ҳар яки онҳо кадом сол ба зиндагии ман таъсир расонданд. медонӣ, ин рост аст. вақте ман 8 сола будам, модарам маро ба ихтиёри муаллим Шамсиддин супурда буд. ӯ ба ҳаёти ман таъсири калон расонидааст. ӯ кӯмак кард ки ман соҳиби маънавиёт шавам. ман дар мактаб донишҳои мактабӣ гирифтам. ӯ бошад ба ман донишҳои ҳаётӣ додааст, арзишҳои маънавӣ додааст. баъд вақте омада ман донишгоҳро партофтам, хонда натавонистам, ба Россия рафтам ва ғайра. дар он ҷо корҳои сиёҳ мекардам. баъд вақте ки дар ҳамин лаҳзаҳо корҳои сиёҳро бас кардаму кор карданро сар кардам, соҳиби як бозор ба ҳаёти ман таъсири ҷиддӣ расонд. номи ӯ Сансанич буд. ӯ ба ман баъзе фикру маслиҳатҳое гуфта буд ки ба зиндагии ман таъсири ҷиддӣ расонд. сипас ба тақдири ман Александра Залина таъсири калон расондааст. ман бо ӯ дар Тюмень вохӯрдам. дар Толор ӯ маро бори аввал дид. чӣ хеле ки ту ман роликҳоро дида ботинан ҳис кардам гуфтӣ, ӯ низ маълум мешавад ки маро дар Толор дидааст. ӯ тибқи системаи Норбекова дарс медод. ӯ маро рӯзи якум дид. он тренинги муқаддимавӣ буд. ман пеши ӯ рафтам. ӯ 2 соат баромад кард. баъд поён фаромада пеши ман омад.
روزی یکم بود، همه رفتنی بودن. من هم چیزهایم را گرفته رفتنی بودم. او پیشم اومد و گفت شما چی نام دارید؟ با چی کار مشغولید؟ همان وقت من به همه نامم را سعید می گفتم، چون که برایشان از سعید مراد دید سعید گفتن آسان بود. گفتم که نامم سعید است و او از من پرسید مگر نمیخواهید که ترینر باشید؟ من با او نگاه کرده فکر کردم کی مرا گوش میکند؟ آخر من با روسی به زور گپ میزنم، بر زمین خیلی بد گپ میزنم، تماما بد. من با او نگریسته فکر میکردم کی مرا گوش میکند؟ این در فیلم هست، در فیلمی از میلیون یکه. بله. و یا در سلسله فیلم راه استاد مفصل نشان داده شده است. آن در یوتیوب کانال من هست. سلسله فیلمی خیلی خوب است و شخص دیگری که به حیات من تاثیر جدی رسانده است میرزا اکرم سنمیچ نوربکوف. شخص نوبتی که تاثیر رسانده است نوربکوف است. بعداً به حیات من تاثیر جدی رسان بودو شفر. او به وضع اقتصادی من کمک زیاد کرده است. محض در همین ساحه خواندن را سر کردم با شرافت او. بعداً به حیات من تاثیر خیلی کلان رسانیده است رابرت فلشر. هرچند باعث قرض‌های کلان مشکلات زیاد داشتنم شده است. او زندگی مرا به فلاکت تبدیل داده است. میدانید وقتی شما رشد یافتن میخواهید، وقتی موفق شدن میخواهید، آدمان تنها استادند. یکی تاثیر مثبت میرساند، دیگری تاثیر منفی، اما او تاثیر منفی کلان رسانده است. او سبب شد و من مفلس گشتم، صاحب قرض‌ها و مشکلات زیاد شدم. اما من از او منت دارم برای آن که یعنی خداوند برای من همین گونه آدم را انتخاب کرده است تا که من صاحب چنین تجربه گردم. و من از 174 کس قرضدار بودم، ولی با شرافت همین مشکلات 4 بانک و قرض چندین نفر دیگر، من تا حال با آدمان زیاد برای رهایی از قرض و مشکلات کمک کردم. من به فکرم در ساحه قرضداری پروفسور شدم. برای چی؟ برای آن که احتمال راه من همین بود و باید میپیمودم. و وقتهای آخر به حیات من یک شناسم، برندالوگ من تاثیر میرساند. او کرین است. او هم زنی خیلی زیرک است. او به من مصلحت ها میدهد. بعضا یک گپ هایی میگوید که من در سر آن گپ ها چقدر فکر میکنم. من به شما تمنا میکنم که در حیاتتان همین گونه آدمان پیدا شوند تا که کامیاب و موفق شوید. حالا من برای خود استاد نوبتی را میجویم. در حقیقت برای آن که من میخوام میلیاردر شوم و باز رشد یابم، از این رو استادی را میجویم. البته استادانی فاصلوی هستند که من آنها را وا نخوردم، اما آنها برایم مثل استادند. من آنها را استادانی ناعیان مینامم. یعنی آنها تو را نمیشناسند، اما تو آنها را استاد خود میشماری. من 20 تا این گونه استادان دارم. از آنها درس میگیرم، کتابهایشان را میخوانم. پیش از همه تقدیر آنها را میآموزم که چطور کامیاب شدند. در نوبت اول محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر ما، او برای من بهترین شخصیت به شمار میرود که من از او هر چی را که توانم آموختن میخواهم. باز این گونه آدمان زیادند. آنها نمایندگان ساحه‌های گوناگونند. مثلا در سمت راهبری کردن مهاتما گاندی برای من راهبری قوی است. نلسون ماندلا برای من راهبری خیلی با قوت است. من شاگرد آنهایم. من تاریخ حیات آنها را میآموزم تا باوری، متانت، خدمتشان به مردم. این خیلی عالی است، به همتاست. اگر به بیزنسمن ها نظر افکنیم، من میآموزم جف بزوس آمازون را و جک ما علی بابا را. اینچنین دونالد ترامپ، من او را نیز خیلی با دقت می‌آموزم. همچنین علیشیر عثمانوف، این آدمان برایم نمونه‌اند. مرغولان سیسیمبایف نیز برایم خیلی جالب است و من تاریخ حیاتی او را می‌آموزم. صحبت‌های او را گوش می‌کنم و باز یوگنی چرنیاک را گوش می‌کنم، تماشا می‌کنم. ایگور ریباکوف را هم تماشا می‌کنم، چون که آنها میلیاردرند. من باشم می‌خواهم میلیاردر شوم. آنها در سطحی هستند که من آرزو می‌کنم. در مسئله راهبری در سمت سیاست همچون شخص موفق با من نورسلطان نظربایف استاد خیلی خوب است. خیر نمی‌دونم، هر کس فکر شخصی خود را دارد، اما برای من چنین است. و پرزیدنت کشورمان امام علی رحمان، زیرا من چنین میشمارم که آنها را میبایست که در لحظه های خیلی وزین کشوری را اداره کنند، در روزهای خیلی دشوار. مخصوصا پرزیدنت ما امام علی رحمان، برای آن که ما در حدود سابق اتحاد شوروی با افغانستان هم سرحدیم. این از جهت جغرافی تماما آسان نیست، خیلی وزین است. از این رو من پیوسته حیات این بزرگان را نظارت میکنم و از آنها درس میگیرم، میآموزم، فکر میکنم. چون این آدمان زیادن. البته باز راهبران نیرومند هستند در تاریخ که من میآموزم و غیره و هاکذا. من با این چی گفتن میخواهم؟ شما باید استادی داشته باشید، آدمانی داشته باشید که به حیاتتان تاثیر رسانند،
کسی به طور زنده به حیاتتان تاثیر میرساند و کسی فوتی دست و شخصی تاریخی عبرت بخش است. شما تاریخ حیات ترجمه حالش را خوانده از او عبرت میگیرید. من ترجمه حال آدمان را میآموزم. این کمک میکند. هرچند آدمان زیادی فکر میکنند که گویا ترجمه حال کمک نمیکند. چون این گروه آدمانی هستند که میگویند ترجمه حال راه آن شخص است. در آن کامیابی های او نشان داده می شود. ناکامی هایش نه. این نادرست است. اگر شما تاریخ حیات آنها را آموزید، برای خود یگان چیز خوبی را میگیرید. همه حوادث زندگی ما طریق آدمان صورت میگیرد. خود را به محیط آدمان خوب و موفق وارد کنید. من میخوام از تو باز یک چیزی دیگر را پرسم. نقطه A، نقطه B. در تجارت تو نقطه A و نقطه B. نقطه A صفر. تماما تجارت نداشتی. تماما تجارت نداشتم. نقطه B سیستم ساخته شده ای تجارتم است. گروه کلانم است. شریکی با زوادها و خریدارانمان و انکشاف. ما هدفهای گلوبالی داریم. هدفهای انکشاف. و ما سوی آن هدفها میرسیم. طوری که استاد شما به ما یاد دادید، اول در سر، بعد در کاغذ و بعد در زندگی. یعنی در حیات ما همه چی در 3 جای پیدا می شود. اول در سر، بعد در کاغذ و بعد در عمل. اگر در سر پیدا شود و کس صدقاً کار کند، پس آن می تواند در کاغذ و بعد در حیات پیدا گردد. آفرین، عالی، خیلی خیلی خوب. همین ما نقشه را اجرا کردید؟ اجرا کردیم. حتی بر زیاد اجرا کردید. 100% رسو همین قدر. 110%؟ نه، 100% و ورگل 1%. رسو 100%. رسو 100% اجرا کردید؟ بله، 100% اجرا کردیم. نخواد که آفرین. چند تانه؟ عموما ما باید ماه اپریل 170 تانه استحصال کنیم. خدا خواهد. بله. حاضر چی؟ حالا 100 تانه. 100 تانه. آفرین، عالی. آیا می توانم با باوری گویم که همه تجارتی تو و همه دستاوردهایت نتیجه درس‌های مکتبی ماست؟ بله. می توانم چنین گویم؟ البته. چون که از صفر سر کردی. نه، احتمال باز بعضی چیزها هست. به مانند طاقت که آن را هم شما یاد داده اید. من خیلی بی‌طاقت بودم. طاقت و تاب‌آوری، استواری، تسلیم نشدن. با شما تشکر زیاد میگویم برای آن که اگر من کار را تنها سر میکردم، نمیدونم شاید در بین من تسلیم میشدم. اما با شرافت محض شما من میدانستم که تنها نیستم. استاد دارم. حتی در لحظه های وزنین هم باز نایستادم و کار را دوام دادم. گاه وزنین بود، گاه ما به ضرر کار میکردیم، اما دوام دادیم. من فکر میکنم که استواری، تاب‌آوری و آموزش دانش‌ها کمک کردند. به آدمان چی توصیه میدهی؟ من توصیه میدهم که با شریکی کار کنید. برای آن که با شریکی کار آسان می شود. اما باید دانست که شما باید به این آماده باشید. کس باید به همه چی آماده باشد. بله، این چنین من به نوکران گفتن می خواهم که به مانند خودت، به مانند من نوکران، شما حتما دانش گیرید، تحصیل کنید. حتما هر چی که خواندید عملی نمایید. این مهم است. بله، عملی باید کرد. و با فکر مهم است که همه چی را در کاغذ نویسید. بله. هر چی را که از سر گذراندید در یگان جا حتما نوشتن در کار. همه اش را حتما نوشتن در کار. حالا من گپ های شما را خیلی خوب میفهمم. بیزنسمن خواننده نیست، بیزنسمن نویسنده است. برای آن که من نوشتن را یاد گرفتم و همیشه می نویسم. این در بسیار کار به من کمک میکند. من حالا میدانم که جهت ضعیفی نه همه، بلکه بسیار شرکت ها همین است. قید حسابات، رگلامنت، همه جریان تجارت. سیستم. بله، سیستم. اما طرفی با قوت ما همین است. آفرین. طوری که گفتم همیشه نوشتن در کار است. سیستماتیزاسیون کنندن در کار. بله، درست. خیر هنگام شریکی ترسیدن در کار نیست. باید کشاد و روشن کار کرد. باید کشاد و روشن، شفاف و صادقانه کار کرد. این خیلی مهم است. شریکی خیلی مهم است. خیر در کارهای ما همه چی شفاف، صادقانه و کشاد و روشن است. و برکت دارد. و یک جای کارها را کردن آسان تر است. درست. برای همین گفتن میخواهم که با شریکی کار کنید. تشکر. نورگل شریکم و شاگردی من است. شکر خدا کارهای ما خوب پیش میروند. میبینید دوستان عزیز، شریکی خیلی فایده‌ناک است، ولی آن برای عقل‌های قوی ساخته شده است. اگر شما آماده نباشید نکنید.
شما باید آماده باشید. از این رو بهترش خوانید، به شریکی آماده باشید و بعد شریکی کنید اگر خواهید که انکشاف یابید. اما مرحله های شریکی را دانستن در کار. کی، در کجا، چی طور باید شریک شد. من به کارهایتان برار می خواهم تا دیدار در سما به عالم آدمان موفق مرحمت کنید. با ما باشید، به مکتب ما آیید، در سمینارهای ما اشتراک کنید. آنگاه شما نیز مثل این شاگردان ما که خودتان میبینید موفق خواهید شد. و از همه مهمش محیط شما چنین خواهد بود. وقتی شما به چنین محیط وارد شوید، خدا خواهد شما به شک و شبهه موفق میگردید، چون که علاج دیگر نخواهید داشت. با مدد خدا حتما زمان موفق میشوید. قاعده چنین است. من در یکی از کتابهایم نوشتم به هر چی برسی آن به تو میرسد، به هر چی بیشتر برسی تو همان میشوی. یعنی اگر تو زود با فوتبال باز یا ورزشگر صحبت کنی، دیر یا زود به ورزش مشغول میشوی. اگر زود با آدم دیندار صحبت کنی، دیر یا زود به دین شوق پیدا میکنی. اگر زود با بیزنسمن صحبت کنی، زمانی تو نیز بیزنسمن میشوی. و یا اگر زود با موسیقی نوا صحبت کنی، زمانی به موسیقی شوق پیدا میکنی. این چنین معنا دارد: به هر چی برسی آن به تو میرسد، به هر چی بیشتر برسی تو همان میشوی. اگر شما باطناً کوشش ساختن تجارت خود را داشته باشید و یا اگر بیزنسمن باشید و نتیجه کلانتر داشتن خواهید، کارتان را رشد و انکشاف دادن خواهید و اگر محیطی را میجویید که همه با شما هم فکر باشند و با آنها کار را محاکمه کردن ممکن است، صحبت کردن ممکن است، مشکلات تجارت را حل نمودن ممکن است، پس مرحبا به محیط ما. تا بازدید در سما.